Kıymetli hocalarım, paneldesiniz galiba. Sesim duyuluyor mu? Evet, evet, duyuluyor. Hocam, başlayabilirsiniz. Sayın moderatör hocam da burada galiba. E, Nazanin hocam. اه، سلام به شرکت کنندگان عزیز. اه، صدای من پخش میشه براتون؟ بله استاد بفرمایید صداتون رو داریم. بله سلام. اول تشکر میکنم از برگزار کنندگان این در واقع کنگره که باعث شد خیلی مطالب جدید و چیزهای متفاوتی در واقع حالا من به نوبه خودم میگم که اطلاعاتی راجبشون نداشتم شرکت بکنم و اه، یاد بگیرم. در واقع به هر حال ما به عنوان انسان‌های آکادمیک همواره در حال یاد گرفتن هستیم. اه، من نازنین دارم هستم. فکر می‌کنم باید خودم معرفی بکنم. دکترای تاریخ دکترا و در واقع محقق و پژوهشگر هستم که حالا در رابطه با عکاسی و اصولا تاریخ هنر معاصر بیشتر فعالیت کردیم که حالا توی این پنل هم در واقع دومین پرزنتیشن متعلق به ماست. اه، خب من زیاد وقت رو نگیرم چون در واقع ما 2 ساعت وقت داریم و برای هر شرکت کننده در واقع 24 دقیقه من در نظر گرفتم. حالا ممکنه که تایممون من که تنظیم بشه. من اولین در واقع پریزنتیشنمون رو آقای عبدالله رجبی، دانشگاه پریشتینا کوزوو، تاثیر زبان فارسی بر زبان آلبانیایی. اه، هستین شما نه؟ بله. بله، بله استاد. خیلی خوشحالم که میبینمتون. لطفا منم خیلی خوشحالم. یه مقدار اول خودتون معرفی بکنید، بعدم که در واقع حالا شروع میکنم. بنده عبدالله رجبی هستم، در دانشگاه پریشتینا در رشته شهرشناسی زبان و ادبیات فارسی تدریس میکنم. بله خیلی خوشبختم. خب میتونید شروع بکنید. الان ساعت 10:03 است. شما چند حالا دقیقه وقت دارم؟ بله حالا من 24 دقیقه تنظیم کردم. حالا حدودا همون رو 20 دقیقه شما اگه بتونید صحبت بکنید خیلی ممنون بله، میشم که به بله. جنبندی بقیه متشکرم. خواهش میکنم. البته واژه های فارسی که توسط ترک ها در زمان امپراتوری عثمانی وارد زبان آلبانیایی شدند فراوان است و بسیاری از این واژه ها امروز هم در زبان آلبانیایی کاربرد دارند. طاهر پژوهشگر زبانشناس آلبانیایی طاهر دیزداری در فرهنگ خودش و اسم واژگان شرقی در زبان آلبانیایی فقط از 450 واژه فارسی متداول در زبان آلبانیایی یاد می کند، در حالی که تعداد این واژه ها بیشتر است و به ویژه این واژه ها در آثار ادبی که تحت نفوذ ادبیات شرقی اسلامی نوشته شده است به چشم می‌خورند. در تحقیقات خودم بیشتر از 150 واژه فارسی به دست آورده که اکثر آنها در آثار ادبی که تحت سنت ادبیات فارسی نوشته شده است به دست آوردم. واژه‌های فارسی رایج در زبان آلبانیایی فقط اسم یا صفت نیستند، بلکه در میان آنها پسوند و دیگر اقسام دستوری نیز دیده می شود. من در ادامه درباره دیگرگون واژگان فارسی در زبان آلبانیایی کمی صحبت خواهم کرد. غالب زبانها در زمان در حال تحولند. این تحول موجب تغییر جنبه‌های گوناگون زبان می شود.
بدین ترتیب که گاه صورت الفاظ تغییر می کند، گاه خود الفاظ عوض می شوند، گاه ترتیب کلمات در جمله و عبارت دیگرگون می شود و گاه واکها و شیوه ترکیب آنها با وضع بیشین متفاوت می گردد. بدین ترتیب واکهای نو و کلمه های نو به وجود می آید. طرزهای نو در ساختمان جمله و عبارت ایجاد می شود و واکهای کهن و پیشین کم کم از رواج می افتد تا اینکه یک سره فراموش می شوند. البته این جمله آخر از خالنری اخذ کردم. این تغییرات هنگامی که واژگان یک زبان به زبان دیگر منتقل می شوند بیشتر می شود. اوضاع جغرافیایی و اقلیم در منطقه تأثیر فراوان بر عضوهای از سیستم آوایی که در گفتار به وجود می آیند مثل نای، گلو، خشم، دهان، زبان، دندانها و لب دارد. اوضاع جغرافیایی به خصوص در تغییر واقعهای یک کلمه که از زبان به زبان دیگر انتقال یافته است تأثیر گذار هستند. به هر حال چه نیازهای اجتماعی و چه وضع اقلیمی جغرافیایی باعث می شود که در هر زبان تغییرات و تحولات در واژه‌ها، ساخت کلمات، الفاظ و معنی ایجاد شود. در مورد تغییرات واژگان فارسی وارد شده در زبان آلبانیایی باید گفت بسیاری از کلمات فارسی که به واسطه زبان ترکی وارد زبان آلبانیایی شدند 2 مرتبه تحول پیدا کردند. همانطور که قبلا گفته شد زبان فارسی توسط ترک‌ها به منطقه بالکان آمد و چون زبان دیوانی و اداری کشورهای تحت حکومت‌های عثمانی زبان ترکی بود، مردم هم به ناچار مجبور بودند این زبان را یاد بگیرند و از این طریق به تدریج کلمات ترکی وارد خود زبان آلبانیایی شده است. واژه‌های فارسی نخستین بار که وارد زبان ترکی شدند در ساختار آوایی، صرفی، لفظی و معنایی زبان ترکی جای گرفتند و تغییرات بسیار در آنها ایجاد شد. البته همه این کلمات تغییر نکردند و بسیاری از آنها اصل فارسی خود را حفظ کردند. لذا واژه‌های فارسی که در زبان ترکی تحول یافته بودند زمانی که وارد زبان آلبانیایی شدند و در ساختار این زبان قرار گرفتند دوباره تحول یافتند. به همین سبب برخی از این واژه‌ها امروز خیلی سخت شناسایی می‌شوند و ریشه فارسی شام به دشواری آشکار می‌شود. به عنوان مثال ریشه واژه چارشی در اصل 4 صبح فارسی است که در زبان ترکی به صورت چارشه به کار رفته است و وقتی که به زبان آلبانیایی وارد شده سامت چه ترکی به سامت چه آلبانیایی بدل شده است و شکل چارشی گرفته است. مانند این کلمه ها فراوان هست در زبان آلبانیایی. زبان شناسی معروف ایرانی پرویز خانلری تحولات زبان را 5 دسته تقسیم بندی می کند. تحول واکها، تحول ساخت کلمات، تحولات صرفی، تحولات نحوی، تحولات الفاظ و تحول معنایی. در اینجا فقط از تحولات واکها، تحول الفاظ و تحول معنایی بحث خواهد شد. دلیل این دیگرگونی آوایی واژه‌ها در انتقال از زبان به زبان دیگر تفاوت در نظام‌های آوایی و دستگاه صوتی است. در موضوع مورد بررسی این پژوهش ما باید به تحولات آوایی واژگان فارسی در حین ورود به زبان ترکی و سپس به تحولات آنها پس از ورود در زبان آلبانیایی توجه داشته باشیم. هرگاه 2 مرحله مختلف یک واژه را در طی تاریخ مطالعه و مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که برخی از این آواها یک واژه در مرحله اول تحول می‌یابند یا از بین می‌روند و بعضی دیگر در مرحله دوم.
قواعد دیگرگونی های هوایی واژه های فارسی در زبان آلبانیایی در این صورت است. مثلا ما کلمه آبدست داریم که به زبان آلبانی آبدست هست، به تحول یافته است. کلمه جنبش داریم که جنبش شده است. خار داریم که هر شده است و از این صورت. همچنان تحول سمت ها داریم که به عنوان مثال خوشاب به هاشاف شده، چادر به شاتر شده، شغال به چاقال شده است و همچنین. دیگرگونی لفظی و معانی واژه های فارسی در آلبانیایی. برخی از این واژگان فارسی که وارد زبان آلبانیایی شدند تحول و تغییر لفظی داشتند ولی معنای خود را حفظ کردند. بعضی از این کلمات ابتدا با ورود در زبان ترکی تغییر یافتند و سپس هنگامی که مجددا وارد زبان آلبانیایی شدند دوباره تغییرات کردند و شکل دیگر به خود گرفتند. تعدادی از واژه‌های فارسی که دچار تغییر لفظی شدند ولی معنای خود را حفظ کردند از این قبیل هستند. مثلا کلمه ابریشم داریم که ابرشم شده است. ارغوان، یارگوان، امید، اموس، بادمجان، پتلجان و چادر، شاتر، گردن، جردن و هم از این مثال هم. اما در زبان آلبانیایی واژه‌های فارسی وجود دارند که در زبان فارسی امروز به کار نمی روند و یا امروزه معنای دیگری دارند. شایان ذکر است که برخی از این واژگان در زبان آلبانیایی معنایی دارند که در لغتنامه‌های زبان فارسی با آن معنی یافته نمی شوند. یک نمونه بارز این کلمات واژه چارشی هست که اول ذکر شده. نمونه های دیگر از این قبیل می توانم بگم جفت، چیفت به زبان آلبانیایی، البته جوان مرد، جنبش، جنبش، خرگله، هرجله، خوشاب، خوشاف و از اینا. مثلا کلمه پیوند داریم که به زبان آلبانی پیوند هست که طناب برای بستن حیوان به کار می رود. یک نمونه دیگه که میتونم هر جله اسبی کوچک و بی تجربه که توانایی کارهای سخت ندارد. خوشاب داریم به خوشاب به آلبانیایی که به معنی کمپوت نوشیدنی فارسی امروز. کلمه رسید داریم، تسویه حساب. رسید به زبان آلبانی به معنی تسویه حساب به کار می رود. رسید. یه بخش دیگه تقسیم بندی کاربردی واژه‌های فارسی در زبان آلبانیایی و تحلیل آنها. البته من زود چون که این بخش طولانی است، هنگامی که واژه‌های فارسی در زبان آلبانیایی را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که فقط واژه‌هایی نیستند که از زبان فارسی به آلبانیایی وارد شدند، بلکه به همراه آن تمدن و فرهنگ فارسی نیز در حوزه‌های مختلف زندگی مردم آلبانیایی رسوخ کرده است. تا جایی که آلبانیایی‌ها و ایرانی‌ها هنوز هم پس از چند سال در حوزه‌های گوناگون از جمله دین، آداب، معاشرت، فرهنگ، ادبیات و غیر مشترکات فراوانی دارند، در ذیل نمونه‌ها از این واژگان می‌آوریم. در حوزه دین، آداب دینی، اندیشه، فرهنگ، ادبیات و تصوف. من فقط از واژه‌ها یاد می‌کنم چون این بحث طولانی می‌شود. ما در زبان آلبانی کلماتی مثل ابدست داریم در معنای وضو، درویش، نماز، بتپرست، سوپارا. سوپارا از واژه سی پاره می آید. یه کلمه هست که از سی پاره از سی قسمت قرآن که بچه ها برای یادگیری قرآن به کار میبرند. این یک کتابه که از سی پاره از قرآن به تشکیل می شود.
در حوزه معیشت، امور زندگی، آداب، معاشرت و زندگی اجتماعی میشه از بخشش، هانه بردوش، کلمه هانه بردوش به معنی آواره به کار میبرم. خار به زبان آلبانی خور یعنی رسوا شده، در معنی رسوا شدن است. یادیجار و جمرت بخشنده. در حوزه اسباب اساسیه و لوازم منزل کلمات چهارتاق داریم. چهارتاق، چرچیوه، البته چهارتاق به معنای بالکن امروز به کار می رود. چارچوب، پنجره، چرچیوه، قفس، پرده، زنجیر. در حوزه خوراک و نوشیدنی کلمه یک خوراک، یک غذا هست به اسم بورانی. غذای تهیه شده از سبزیجات هست که اسم از بورانی فارسی هست. خوشاب همانطور که گفته شد کمپوت. پکمز، شیرینی از میوه، شیرینی با روغن روانی. این شیرینی با روغن فراوان به اسم روانی هست. البته ترشی همان ترشی امروز فارسی است. نام حرفه داریم، نامهای حرفه داریم مثل چوپان در همان معنی، چولها، بافنده، داروجر، نجار. به درودگر میگن داروجر، میراهور، نگهبان آخور و ترزی به عنوان حیات. در حوزه جنگ و ابزار جنگی کلمات هنجر داریم، همون هنجر، سپاهی، سپاه. جانباز داریم، جنگاور همینطور. در حوزه کشاورزی و گیاهان یارگوان داریم، همون ارغوان. باغچه داریم، باغچه. باغچوان همون باغبان. چنار داریم، چنار و گنجه. در حوزه تجارت و امور مالی کلمات باج داریم به معنی سود. بازرجان داریم، همون بازرگان فارسی. بازار داریم. کاروان داریم، کاروان، ما میگیم کاروان. و در حوزه کشور و حکومتداری کلماتی مثل بایرکتار داریم از پرچمدار. فرمان از همان فرمان. کت خدا داریم به اسم چهایا یعنی به معنی کت خدا. زندان داریم، همون زندان فارسی. در حوزه موسیقی داریم آهنگ، همون آهنگ فارسی. چوغان یک نوع نی هست. کمانه، همون زورنا داریم. سورنا همون سورنای فارسی هست. و نیهابند داریم به همون سازی موسیقی. یه حوزه دیگه که میتوانم بگم بازی ها هست. در حوزه بازی ها مثل دنباره داریم که این دنباره از دوباره فارسی آمده. شانس مجدد در قمار به کار می رود. گلبهار داریم. نوبت سوم بازی در تخت نرد. جوشاد داریم، همون گشاد فارسی. بازی اول در تخت نرد. دوشیش داریم. دوشیش همون دو و شیش فارسی. ریختن تاس و آوردن نقش یک نوع. و یاد دست داریم از یاد دست فارسی هست که یک نوع بازی شانسی ذهنی به کار می رود. یه حوزه که می توان سخن گفت از این بخش اسامش اشخاص است، افراد هست. مثل حسرف از خسرو. بهرام داریم در زبان آلبانی، اسم بهرام داریم. دلاور هست، دلاور فارسی. کارامان داریم، کارامان همون قهرمان. فرشته داریم، اسم زن فرشته. هنوز هم بین آلبانی ها میتوان اسم فرشته دید. نام محل و شهر
کلمه باجدارخانه داریم. باجدارخانه جایی که اونجا از این پول می گرفتن در زمان عثمانی. پول در بند داریم، در بند درزیخانه، میخانه داریم، دفتر، هزینه دار. قطع میکنم، فقط 3 دقیقه بیشتر دیگه وقت نداریم شما. داریم. بله. همونجور بکنیم مطلب رو. متشکرم. درباره واژگان فارسی در زبان آلبانیایی باید گفت و این واژگان مرتبط با دین، آداب دینی، اندیشه، فرهنگ، ادبیات و تصوف چون بیشتر توسط تحصیل کردگان و افراد آشنا با زبان و فرهنگ ایرانی استفاده شدند، خیلی کم و فقط در موارد خاص تغییر لفظی، معنایی و شکلی دادند و تشخیص آنها آسان‌تر بوده است. اما برخی از این واژگان فارسی که بین مردم آلبانیایی به کار می روند تغییر لفظی کردند، مثل برادر، چهایا، کت خدا، چرچیوه، چهارچوب و بعضی از آنها تغییر معنی داشتند، از جمله واژگان روزگار در آلبانیایی باد شدید، چرک یعنی همون 4-1 به معنی رب. از این واژه ها و سایر این واژه ها هستند. نفوذ زبان فارسی در زبان آلبانیایی را در بخشی دستور آن هم می‌بینیم که جای دیگر از این سخن خواهد شد. متشکرم از شما. خیلی ممنون. خیلی مطلب جالبی بود، چون خودم هم حالا راجع به زبانشناسی یه چیزایی که گفتیم خیلی فکر میکنم برای شرکت کننده خیلی مفید بود، چون به هر حال من خودم اطلاع نداشتم که تو زبان آلبانی هم در واقع فارسی نقشی داشته و کلماتی هست که به هر حال خیلی استفاده کردیم. اگر کسی سوال از شما داره بپرسه، اگر نه که بپردازیم به در واقع پریزنتیشن بعدی. بازم خسته نباشین، خیلی ممنون. اگر اجازه بدیم پس شروع کنیم بعدی رو. خواهش میکنم. خب خدمت آقای دکتر جمشید حاتم هستیم با مقاله مستندنگاری از ایران به روایت عکاسان زن غربی. خب لطفا اول خودتون معرفی کنید و بعد هم که در واقع همون حدودا 20 دقیقه حالا 21 دقیقه من تنظیم وقت بکنید که در حق بقیه چاپ نشه. خیلی ممنون. سلام، صدا من دارین؟ بله بله. خب سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، حاضرین در جلسه، اساتید و دانش‌پژوهان و پژوهشگران عزیز که در حوزه فرهنگ و هنر ایران و مطالب کار میکنن و زحمت میکشن. مطالبی که سخنور قبلی داشت برای منم بسیار جذاب بود. من لازم میدونم و تبریک بهش میگم. من لازم میدونم که خودم معرفی کنم. جمشید حاتم هستم، عضو هیئت علمی اسبق گروه عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی. خب در واقع بازخرید کردم و الان به کار پژوهش و تحقیق و حالا کار تخصصی خودم میپردازم. مقاله‌ای که در واقع حالا کار شده تحت عنوان مستندنگاری از ایران به روایت عکاسان زن غربی در دوران قاجار و پهلوی، مقاله‌ای است که بنده و سرکار خانم دکتر نازنین داوری مشترک کار کردیم که خب مدیراتور جلسه هم هستیم دیگه. حالا در هر صورت لازم به ذکر که در واقع مقاله است که 2 اسم است. من مطالب رو سریع یه بخشش رو حالا صحبت میکنم راجع بهشون. عکس‌ها زیاد هست. خب در مورد عکس‌ها تجزیه تحلیل هم در واقع خطش و اینها زمان میبره و خیلی سریع پیش میرم و بخش عکس‌ها رو در واقع حالا به اشتراک میذارم که خب در مورد عکس‌ها حالا بهشون صحبت میشه و تفسیر میشه، راحت‌تر بتونیم که ببینیم. ایران همواره به عنوان سرزمین ژئوپلیتیک و از نخستین تمدن‌های کهن در جهان در جغرافیای پر رمز و راز خاورمیانه مورد توجه تمدن مغرب زمین افکار غربیان بوده است. در این میان بیشک مستندنگاری از ایران به سان آینه تمام نمایی است از فرهنگ و هویت این سرزمین. این مهم نقش بسزایی در شناخت سیاحان و مستشرق‌نگاران از ایران در بازه زمانی
قرن 19 تا نیمه های قرن 20 در جهت شناخت این سرزمین داشته است. در این میان نکته مهم از نظر نگارندگان این مقاله اهمیت حضور زنان به خصوص عکاسان زن غربی به ایران در این بازی زمانی است که همین نکته پرسش‌هایی را در ذهن نگارندگان این مقاله مطرح کرد. پرسش‌های نظیر آیا در نگاه عکاسان زن غربی و در مجموع آثارشان زنانگی جایگاه ویژه‌ای دارد؟ سفر به جغرافیای ایران و محقق پرمخاطره تأثیر بر عکس‌های ایشان داشته است. دیدگاه عکاسی ایشان تا چه میزان تحت تأثیر باورهای غربیان به مبحث اورینتالیسم، نگاه به شرق و کلیشه‌های رایج این مکتب مهم قرن 19 و 20 تفکر مدرن در دنیای هنر بوده است. عکاسان زن غربی که در این مقاله به آنها پرداخته می‌شود از نگاه استنادی و جامعه شناسی به رسانه عکاسی از تنوع دید و نگاه تفسیری عکاسانه برخوردارند. در بین ایشان عکاس باستانشناس، مردم‌نگار، سیاح طبیعت‌نگار و حتی عکاس با امیال جاسوسی نیز دیده می‌شوند که ایران را در دوره قاجار پهلوی به تصویر کشیدند. معرفی منابع تصویری و آثار شاخص این عکاسان زن مستندگار از جمله نکاتی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتن. نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است، مستندگاری از ایران از نگاه این عکاسان زن غربی در این بازه زمانی قاجار پهلوی توسط ایشان تحولات شگرفی را همزمان تجربه نموده است. در سالهای اولیه ورود دوربین عکاسی به ایران، بازنمایی مظاهر سنتی، حفظ دنیای گذشته و جنبه‌های غریب و شگفت‌انگیز اگر از مهمترین ویژگی‌های زیبایی‌شناسی و نگاه این عکاسان بوده است، به مرور زمان کشف ریشه‌های اجتماعی، تجزیه و تحلیل در خود جامعه ایرانی و شناخت بودجه مهم آن نیز اهمیت بسزایی پیدا کرده است. خب یه نگاه اجمالی و کوتاه در واقع داریم به تاریخ عکاسی غرب و ایران و ورودش حالا به ایران عکاسی که فاصله زمانی اندکی داره، حدوداً نزدیک 3 سال حالا بحث میشه. مثلا در 1800 در واقع 39 که عکاسی معرفی میشه به عنوان پدیده نوظهور در فرانسه توسط انجمن ملی آکادمی فرانسه و اینها، به فاصله تقریبا حدود 3 سال بعد، حالا حتی بعضی معتقدن یکم کمتر هم هست این تاریخ، ولی عکاسی به نوعی اخبارش و اون حالا دوربین عکاسی ورود کرده به ایران و به نوعی میشه که عکاسی استارت خورده و شروع شده. حالا بحث اصلی در واقع این هستش که در قرن 19 ما بدونیم مثلا عکاسی به صورت خیلی مختصر چه مراحلی رو طی کرده که خب الان راجع به اون صحبت شد. نقطه اصلی که وجود داره انقلاب صنعتی که ابتدا در انگلستان آغاز شد و سپس در نقاط اروپا و آمریکا را نیز فرا گرفت، سبب ایجاد تحولات بنیادی در شیوه ارتباطی شدند، چنانکه فنون تصویرسازی موسوم در قرن 19 دیگر پاسخگوی نیازهای تازه نبود. شیوه حکاکی بر روی چوب و فلز و تصویر از طریق استفاده از لوح‌های حکاکی شده منظور گراور هست که در اون دوران رواج داشت. علاوه بر آنکه فاقد دقت لازم بود، بسیار وقت می‌گرفت. از این رو لازم بود فنی اختراع شود که تصویر دنیای خارج به دقیق‌ترین وجه بازآفرینی کند و امکان تکثیر آن را به هر تعداد در کوتاه‌ترین زمان میسر سازد. پیشرفت علوم و فنون سبب شد که هنر طراحی دیگر قادر به برآوردن نیازهای تصویری رشته‌های علمی و فنی که هر روز پیچیده‌تر از روز قبل می‌شود نباشد. عکاسی درهای عوالم ناشناخته‌ای را به روی دانشمندان گشود و امکان شبیه‌سازی اثر هنری با دنیای خارج فراهم کرد. کاربرد عملی عکاسی از سال 1839 میلادی آغاز شد، هنگامی که دو روش بسیار متفاوت برای ثبت تصاویر نوری با استفاده از راه‌های شیمیایی انتشار یافت. نخستین روشی که اختراع آن به اطلاع عموم رسید ابداع لویی ژاک ماندلاگر بود. منشأ این شیوه بود که ژوزف اسپرنیوس در سالهای 1820 ابداع کرد. نیپس و آدگر از 1829 تا 33 تا زمان مرگ نیپس مشترکاً کار می‌کردند و می‌کوشیدند تا اصلاحاتی در روش اولیه نیپس به انجام رسانند، چون که این روش به مدت زمان نوردهی طولانی نیاز داشت. و اینکه شیوه های مرسوم عکاسی در آن دوران به صورت کلی، یعنی در قرن 19 تا اواخر قرن 19، یعنی نیمه های قرن 19 تا اواخر قرن 19 و اول قرن 20، ما به صورت رسمی اول داگرتیپ رو داریم، بعد شیوه کالتیپ هست که شیوه مثبت و منفی است که تالبوت در واقع در انگلستان بنیان نهاد، و بعد شیوه کلودیان رو داریم و کلودیان ترک عکاسی بر روی شیشه و نگاتیو های شیشه‌ای در واقع هستش. و بعد دیگه وارد حالا بحث محمل های سلولویدی میشیم که حالا توسط به اصطلاح جورج ایسمن حالا به نوعی شکل میگیره. فیلم های در واقع 120 به وجود میاد و فیلم هایی که در واقع حالا از محمل سلولویدی و شفاف استفاده میشه و احتیاج به ظهور داره، و بعد تصویر مثبت منفی اینها که حالا ساختار عکاسی رو در واقع به نوعی شکل میده در اون سالها و قبل از دیجیتالیزیشن شدن حالا عکاسی که الان باش رو ببحثیم. در هر صورت من گذر میکنم از این مباحث دلیل کم بوده وقت. حالا بحثی که هست اینه که خیلی از به اصطلاح یعنی شاخه های عکاسی برمیگرده طبیعتا به همون نیمه های قرن 19 و اینکه
یکی از مهمترین حالا شاخه ها میشه گفت عکاسی مکان نگاشی و توپوگرافی است که خب خیلی از عکاسان اروپایی با قصد و نیت اینکه حالا به شرق بیان و بعد شرق رو به تصویر بکشن و یا بهتر بگم سرزمین های ناشناخته و کمتر شناخته شده و یا سرزمین هایی که در واقع در موردشون حالا اطلاعاتی وجود داشت به واسطه سفرنامه هایی که حالا افرادی مثل مارکوپولو حالا به نوعی داشتن یا مثلا مستشرقینی که حالا به شرق سفر میکردن و این نقل به نقل یا در قالب سفرنامه حالا منتشر میکردن و این غربیان رو در واقع خیلی کنجکاو کرده بود که حالا راجع به سرزمین های در واقع شرق تصاویر مستندی حالا ببینند و اونهایی که امکان سفر نداشتن دلیل هزینه بالا نیازمند این بودن که اطلاعات رو به واسطه عکس و عکاسی حالا به نوعی نداشته باشن و همین باعث شد که عکاسان به شرق به نوعی و اومدن به شرق گرایش پیدا کنن. دو تا مسئله خیلی مهم هست. نکته اول خط آهن در واقع اورینت اکسپرس هست که از پاریس به استانبول در واقع حالا مسیری رو طی می‌کرد که باعث می‌شد غربیان از طریق این خط آهن و این ترند در واقع به استانبول بیان و از استانبول هم به واسطه کشتی و یا مثلا حالا دلیجان و یا حالا گروه های کاروانسرایی و اینها در واقع حالا حالا به منطقه شرق و این سفر به نوعی آغاز بشه. سفری که پر مخاطره بود و در این حال بسیار جذاب و پر رمز راز بود، چرا که شرقی که همیشه به نوعی افسون کرده بود غربیان رو و اینکه همون مبحث اورینتالیسم هم میدونیم که در واقع به نوعی مرتبط با این تصورات و باورهایی که غربیان داشتن به شرق، اینکه مجالس حالا لهو و لعب هست، بعد شرقیان در واقع زنان متعدد میگیرن، حموم هاشون در واقع حموم هایی است که خب خیلی حرف و حدیث داشت. اصلا نوع فرهنگ هنر شرق براشون خب به یک میشه گفت چیزی بود که باید کشف میشد و طبیعتا عکاسان خیلی علاقه داشتن که روی این مباحث کار بکنن و اینکه حالا اینها رو به تصویر بکشن. یکی از معروفترین اینها فرانسیس فریت انگلیسی است که عکسای مصرش بسیار مطرح هست در نیمه های قرن 19 و فوق العاده است تصاویری که کار کرده و یا گوستاو لوگری در واقع فرانسوی است که او هم به مصر و حالا سرزمین مقدس در واقع سفر کرده و تصاویر مستند تهیه کرده. یه بخش مهمی از جریان در واقع عکاسی حالا در عکاسی در سفر شکل میگیره به واسطه عکاسی مکان نگاشتی و نیز عکاسی توپوگرافیک که عکاسی نقشه برداری است که البته این دومی طبیعتا خیلی گستره وسیع‌تری رو شامل میشه. در امریکا ما این جریان عکاسی رو داریم، در حالا آفریقا هست، در سرزمین‌های حالا ناشناخته کمتر شناخته شده این جریان توپوگرافی خب جایگاه ویژه پیدا میکنه. من از این مباحث میگذرم به دلیل ضیق وقت، ولی یک اتفاق مهمی که هست که مرتبط با مقاله ما هم هست اینه که در واقع جریان مستند و مستندنگاری در اوایل قرن بیستم به خصوص در نیمه های قرن بیستم یک جایگاه ویژه پیدا کرد در تاریخ. اونم به واسطه در واقع اتفاقاتی بود که در دنیا اتفاق افتاد، یعنی جنگ های بزرگ جهانی اول و دوم و اینکه حالا پدیده‌های اجتماعی نوظهور، انقلاب‌های مختلفی که در جهان به وقوع پیوستن اون سالها و اینکه نوعی نگاه به داکیومنتری و عکاسی مستندنگاری که حالا قراره که درش یه خبر اطلاع رسانی و به نوعی حالا ریشه های جامعه به جای باز کشف بشه و یا معضلات اجتماعی که حالا آدم ها و دست حالا به اصطلاح میشه گفت نسل های مختلفی که با مدرنیته در واقع به نوعی دارن سر میبرن و به نوعی به چالش حالا به نوعی دارن با جریان مدرنیته، اینها همگی در واقع خوراک مناسب بود برای عکاسانی که گرایش به مسائل اجتماعی داشتن که همون جریان سوشال داکیومنت فوتوگرافی و عکاسی مستند اجتماعی رو به نوعی میشه خیلی پررنگ کرده در اوایل قرن بیستم و به خصوص در نیمه های قرن بیستم که اوجش حالا میشه گفت به نوعی آژانس مگنوم هستش که توسط 4 نفر، رابرت کاپا، حالا کارتی برسون، 10 دقیقه وقت داریم. 10 دقیقه. بله جورج راجر و دیگران حالا بعد در واقع پایه‌گذاری شد و اینکه در سال 1947 این آژانس مگنوم تاثیر بسیار زیادی بر عکاسی مستند گذاشت و اعضایی هم در واقع از سراسر دنیا پذیرفت که حالا یه تعداد از این اعضا به ایران اومدن. مخصوصا چیزی که برای ما مهم هست، 2 تا از خانم هایی که در ایران عکاسی کردن از اعضای مگنوم هستن که خب کارشون بسیار متفاوت از دیگر حالا میشه گفت عکاسانی که به ایران اومدن چون نگاه بسیار حرفه‌ای و میشه گفت تفسیرگری از جامعه ایرانی در واقع داشتن.
از ورود تاریخ عکاسی ایران در دوره قاجار میگذرم به دلیل ضیق وقت و اینکه میرسم به معرفی عکاسان، چون نصف تایمم در واقع و زمان به نوعی حالا میشه گفتش که به اصطلاح دارم. من سعی میکنم صفحه نمایش رو به اشتراک بذارم، نمیدونم به چه صورت هست، حالا اولین بارم هست دارم این کارو میکنم. شیر اسکرین. و اینکه اه، یه لحظه. خب الان صفحه نمایش رو من میبینید؟ یعنی من نه چیزی دیدیم. شیر سان از ویدیو کلیپ شیر. الان میبینید صفحه نمایش رو؟ فکر کنم صفحه نمایش بله دیده میشه. دیده میشه. بعد خب تصاویری که در واقع با هم میبینیم در واقع از بخش عکاسان زن غربی در دوران قاجار آغاز میشه. خیلی سریع بگم که پس از ورود عکاسی به ایران، خب عکاسان فرنگی زیادی اومدن ایران عکس گرفتن، ولی تعداد عکاسان خانم کم هست. و اینکه خب طبیعتا به دلیل بحث جنسیت، حالا سختی راه، پرخطر بودن این مسافت و خیلی سیستم، خب خانم های کمتری وارد ایران شدن به نسبت آقایون. ولی خب بحث ما هم در واقع در مقاله همین هست که حالا این تعداد عکاس زن که اومدن ایران، که خب عکاسان میشه گفتش که حرفه‌ای هستن، ولی خب همونجور که اشاره کردم در بینشون دو نفر بدن که تو آژانس مگنوم حالا کار میکردن، خب خیلی حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر دیدن ایران رو و تفسیر کردن. اینها رو در واقع روشون کار بکنیم و ببینیم که نگاهشون به ایران به چه صورت حالا بوده که حالا با ژان دیولافا شروع کنیم. در واقع عکاسان زن غربی که در دوران قاجار به ایران اومدن، ژان دیولافا رو میتونیم اشاره بکنیم و گرتروت مارگارت لوتسیان بل که در واقع این دو نفر از مطرح ترین ها هستن در زمان خودشون. و اینکه خانم ژان دیولافا باستانشناس بود، کاشف بود، نویسنده بود و اینکه در حوزه‌های مختلف کار میکرد. وقتی وارد ایران میشه، خب بیشتر تمرکزش روی جریان آثار باستانی بوده و اینکه سعی میکرده که این آثار باستانی ایران رو به نوعی حالا روش تحقیق بکنه. در کنارش خب قطعا عکس هم حالا گرفته و تعداد زیادی هم عکاسی کرده. ولی خب شیوه چاپ عکس ها به صورت چاپ حکاکی و گراور هست که طبیعتا به دلیل بحران زمانی که بوده، اون صنعت چاپ در حالا انقدر گسترش پیدا نکرده بوده و مجبور بودن به شیوه گراور و حکاکی حالا در واقع تصاویری داشته باشن. ولی اصل تصاویر در واقع عکس هست که از روی عکس ها در واقع حالا طراحی و گراور حالا کار شده یا چاپ حالا حکاکی شده، حالا استفاده شده. نگاه فرانسوی ها کلا به شرق یه نگاه اورینتالی میتونه باشه به صورت کلی و اینو خب میدونیم تو مبحث اورینتالیسم هست، یعنی اون نماد و اینکه حالا زنان رو به تصویر کشیدن در جامعه آن روزگار ایران با تمام محدودیتایی که بوده. خب این برای خانم به اصطلاح چیز دیالافا خیلی مهم بوده که خب این تصویر بکشه و در این حال از نگاه خیلی بالا به پایین و از موضع برتر در واقع تصویر کشیده و خیلی با خانم های ایرانی هم در واقع به نوعی میشه گفتش که براشون همدردی میکرد یا به نوعی تو شرط یعنی نگاه خیلی خوبی نداشته و خب طبیعتا سعی میکرده که یعنی سعی کنه برای خودش تجزیه تحلیل کنه حالا چرا زنان ایران تو این شرایط زندگی میکنن. شخص دیگه که هستش گرفرود مارگارت لوتسیان بل هست که این دومی در واقع به عنوان اولین زن از لیدی مارگارت هال دانشگاه آکسفورد حالا در رشته تاریخ با درجه ممتاز فارغ التحصیل میشه
و گرترود بل نزدیک 7000 قطعه عکس در واقع داره از ایران و عکاسی کرده کلا. و اینکه کتابی داره تحت عنوان Persian Pictures که حالا تصاویری است که از ایران به اصطلاح به خصوص از خرابه‌های آتشکده دوره ساسانی در شهر قصر شیرین عکس گرفته، که یکی از عکس‌های اون که حالا عکس مرکز وسطی هست و در واقع پانورامیک بسیار عکس زیبایی است، چهارقاپی قصر شیرینه. من فقط به معرفی حالا این خانم بپردازم. بله بله، عکاسان زن غربی دوران پهلوی که وارد ایران شدن: فریا استارک، آنه ماری شوارستنباخ، ویکتوریا ماری ساکوالویست، اینگ مورات، مرلیان سیلورستون هست که حالا با فریا استارک شروع میکنیم. فریا استارک فرانسوی بود، اهل پاریس بود. پس جنگ جهانی اول در رشته شهرشناسی تحصیل کرد و به یادگیری زبان فارسی و عربی پرداخت. و اینکه در واقع او هم نگاهش در سال 1927 سفر خود به سمت مشرق زمین آغاز کرد و به تدریج به عنوان زنی سیاه و جهانگرد نامی به شهرت رسید. و استارک در سال 1930 به ایران سفر کرد و در اولین نامه به دوستش می‌نویسد به نظر او ایران سرزمینی بزرگی در وسط دنیاست که تاریخ از آنجا آغاز شده. او درباره نحوه زندگی و مردم ایران می‌نویسد: زندگی در ایران بسیار ساده و تفریح خیلی کم است. مردم بیشتر رنگ تیره می‌پوشند و کلاه کوچکی بر سر می‌گذارند که زرق و برق دارتر از کلاه مردان بغداد است. زنها کمتر از زنان بغداد خود را می‌پوشانند. و نگاهش در واقع حالا به ایران و جامعه، البته اشاره بکنم 3 بار حالا فریا استارک به ایران اومده. یه تعداد از عکس‌ها انتخاب شده که مقبره فردوسی در توس هست، پاسارگاد شیراز، تصویری که از اصفهان داره از میدان نقش جهان، مقبره سعدی شیراز در شیراز هست، بازار مشهد هست و یک عریضه نویس حالا شیرازی که مشخصه که اون نگاه اجتماعی در مستند اجتماعی هم داشته به حالا ایران. شخص دیگه آنی ماری شوارستنباخ هست که خب سوئیسی بوده، متولد زوریخ. بعد علاقش به شرق باعث میشه که حالا بیاد به سمت حالا ایران و کلا منطقه. و اینکه تصاویری که شوارستنباخ داره از ایران میشه گفتش که یک جریان داکیومنتری که حالا در واقع با استخوان‌بندی محکمی هم داره، با نگاه زیبایی شناسانه عکاسی در واقع بنوی درش هست. با این میشه تعریفش کرد. گواهینامه رانندگیش می‌بینیم. فیروزکوه در مسیر احداث راهن هست که یکی از مهمترین کارهایی بود که رضا شاه پهلوی اول در واقع انجام داد و این خط آهن فیروزکوه رو در واقع تأسیس کرد، یعنی تأسیس کرد که در واقع به واسطه حمایت او و حالا تأسیس شد. روستای در فیروزکوه داریم می‌بینیم. بعد تصویری که از گنبد قابوس داره که یک اثر حالا باستانی است که خب می‌بینید و فرم بسیار زیبایی تصویر داریم می‌بینیم که مشخصی که خب زیبایی شناسی تصویری رو خوب بلد بوده. جاده اصفهان رو داریم می‌بینیم. نگاهش به زنان، مردم جلفا در اصفهان، ایزدخواست و زنان در شیراز که نگاه فمینیستی هم به نوعی در دیدگاه او دیده میشه، یعنی اون فقر و فلاکت یا شرایط خاصی که خانم ها داشتن در اون دوران خود طبیعتا برای در واقع آنه ماریا چیز بوده دیگه، حالا میشه با نگاه انتقادی بوده. و یا مثلا تصاویری که از طبیعت داره، نمای از دماوند داره، خانه روستایی در مازندران که مشخص اشرافش به عکاسی فرم و فرمالیستی، سلف از خودش از در تخت جمشید شیراز. و خب عکاسان فرنگی که می اومدن ایران غالبا در کنسولگری انگلیس و یا کنسولگری فرانسه اینها اقامت میکردن. حالا عکسی از الامایر هنگام حرکت یافت خود الامایر مستشرق و شهرنگار هست. مبلغان مسیحی ارومیه که حالا توی تصویر مرکز میشه و باربارا میلتون رایت در واقع فرمانده تهران که حالا میگم با اروپاییان در ایران حالا حشر شد داشت و اینها و در واقع به کنسولگری های اونها اقامت میکردن، یعنی عکاسان اون بود. ویکتوریا ماری ساکوالویست در واقع شاعر نویسنده بریتانیایی است و او هم در واقع کتابی داره تحت عنوان 12 روز سفر به سرزمین بختیاری که
البته یکی از کتاباش هست، سفرنامه دیگه داره که از ایران هستش که اون حالا اونم جای بحث داره، ولی الان به دلیل زیغ وقت میگذاریم از اون. این 12 روز در سرزمین بختیاری با یه روند گزارش تصویریش میشه پری برکارون از درویشی در دهدیز، کاروانسرای ویران در شلیل، که اون مراحل سفر به سرزمین بختیاری که در رشته کوه زاگرس هست اون منطقه و بسیار منطقه زیبایی هم هست و مردمان در واقع بختیاری اونجا سکونت دارند و تصویر کشیده. و انتهای این کتاب هم با عکس تخت جمشید، مدخل ورودی تخت جمشید به نوعی تموم میشه. شخص بعدی که بسیار مهم از اینگمارات، که یکی از مطرح‌ترین عکاسان در واقع قرن 20 حالا مردمی هست، که ایشون اومده ایران و بهترین عکسای حالا شاید بشه گفت خانم‌ها رو حالا به نوعی عکاسان زن رو میتونیم بگیم که اینگمارات گرفته. در 27 می 1323 در شهر گراز اتریش به دنیا اومده و اینکه او کتاب عکاسی از ایران در سال 1958 منتشر نمود که همین کتابی که با هم می‌بینیم اینگمارت ایران، یک کتابی است که با نگاه بسیار میشه گفت دقیق مستند نگارانه و تفسیری ایران رو به نوعی دیده و اینکه تجزیه تحلیل کرده. حالا مردی که در حال هم کردن حالا صندلی لهستانی هست بر روی سر، و یا در زورخونه مثلا عکس گرفته در خیابون. حالا اون پیرایشگرها و آرایشگرهایی که در خیابون مشغول به کار بودن، زنان باز سوژه عکاسی شده. در عکسی که این پایین هستش که حالا مراسم حالا به اصطلاح نوروز هست که توسط شاه حالا محمد رضا شاه در ترتیب داده میشد از طریق دربار و اینکه سران یا ارتشیان می اومدن دستبوس محمد رضا شاه پهلوی. تصویر میبینیم که یک حالا دیپلماتی در حال دادن حالا هدیه یا برگی بهترین هست. بله، میگه. ارزن و شهر حالا مطلبی داره عرض میکنه خدمت شاه. این فرمی که وجود داره، اینکه شاه سرش به نوعی خمیده است، به نوعی انگار داره تعظیم میکنه در برابر اروپاییان، یه جور شیطنت عکاسانه توش دیده میشه که خب شاید دور از حقیقت هم بوده باشه همچین چیزی، ولی خب اینا نگاه غربیان حالا هستش که نگاه تفسیر دارن که شیطنت هم چاشنیش هست. تو تصویر بالا که حالا کارخونه پپسی کولا هست که اینا خیلی کارخونه معروفی است در تهران که هنوز هم داره کار میکنه و برای مردم خیلی جذاب بود این خط تولید نوشابه پپسی که ایستادن مثل سالن سینما داشتن نگاه میکردن. در تصویر دیگه که سمت راست پایین وجود داره، تصویر خیلی جذاب است که مردی سوار بخر هست و خانومش پشت سرش داره میاد، خود سوار بخره و خانومش که حالا چادری هست پشتش داره حرکت میکنه و یه خرابه ای از حالا یه دو در بک‌گراند هم یه خرابه ای داریم میبینیم. عکس دروازه قزوین هست، عکسایی که عکس خیلی جذابی است که ورودی دروازه قزوین یعنی شهر قزوین حالا با گوسفندهایی که داره به سمت شهر ورود پیدا میکنه به حالا چاشنی عکس شده. و عکس وسط یکی از عکسای معروف لوئیس هاین و عکسای مطرح تاریخ عکاسی به یادم میاره که بر قوانین کار کودک حالا به نوعی خیلی تاثیرگذار بود و اون عکس مشهور به نوعی اپروپریتی است که حالا یا اقتباسی است که به نوعی از اون عکس شد، چون این میشه گفت خیلی فضاش نزدیک به اون عکس است و طبعا اون عکس حتما تو یاد به ذهن اینگمارات رسیده بوده و یادش بوده که حالا اون هم سعی کرده از این زاویه ببینه. من مطالب رو سری آره میگذرم من ازش. زمان تموم شد یه دیگه دقیقه به من تقریبا. وقت بده، یه دقیقه بده من جمع میکنم بس. و اینکه چون پرسش پاسخ هم فکر کنم نباشه، فقط یه دقیقه من جمع میکنم بس. نگاه در واقع حالا به زنانش، حالا مثلا زرتشتیانی که سمت بالا، سمت بالا هست، سمت راست بالا در واقع وجود داره که نشسته حالا زنانه نشون میده. در قسمت پایین حالا باشگاه تنیس شهر آبادان هست که میدونیم آبادان به دلیل اینکه شرکت نفت اونجا بود انگلیسی ها مرتب حالا اونجا رفت آمد داشتن و اینکه فرهنگ خودشون رو به نوعی تزریق کردن تو اون منطقه. تو این تصویرم یعنی تو این اسلاید هم نکته مهمی که وجود داره اون حالا میشه گفتش که کارفرمای انگلیسی است، ما مهندسی انگلیسی که با کارگران ایرانی در حال کار هستن و تصویر آخر هم در واقع با فرم بسیار زیبای از پالایشگاه تموم میشه. نفر آخر که در واقع بحث آخر ما هست عکاس اسم مرلین سیلورستون که عکاس امریکایی مردمه. ایشون هم ایران اومده و از مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی شهبانو فرح پهلوی حالا در واقع عکس گرفته و عکس آخر هم در واقع با زورخانه تموم میشه در تهران که یکی از عکسای خب جذابش هستش که کلیت مقاله ما در واقع روی این بحث حالا متمرکزه که عکاسان زنی که به ایران اومدن این تنوع دیدشون به چه صورت بوده و اینکه حالا
به اصطلاح اون نگاه اورینتال رو داشتن و اون زنانگی رو در اصلشون حفظ کردن که فکر کنم تو توضیحات هم این مشخص بود. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن مقاله رو مطالعه بکنن و فکر کنم مقاله منتشر میشه و خب همین دیگه. خیلی ممنون از وقت دادین، ببخشید وقت بقیه‌ام گرفتم. مرسی. این مقدار حالا ایرادی نداره، ممنون، خیلی خسته نباشین. به علت ضیق وقت من و مجبورم بعدی رو اعلام بکنم. آقای سعید طاووسی مسعود، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. هستی نه؟ ارتباط و همکاری میان فرهنگی عرفای ایران و ترکیه در شرح آثار و آرا و آثار عرفانی ابن عربی. تشریف ندارن؟ مثل اینکه نیستن. خانم دکتر صدامو داریم؟ بله بله بفرمایید. مثل اینکه آقای دکتر نیستن در این زمان. منم از شما یه فرصت بگیرم، دو تا سوال داشتم اگر بله اجازه بله بدید. بفرمایید، اتفاقا خیلی خوبه. بله بفرمایید. یکیش آقای دکتر جمشید حاتم اگه اشتباه نکنم بله بله بپرسم، شاید جدا بله از بفهم. مطلب ایشون باشه. این عکاسی و مستندسازی در ایران و در ترکیه رو میتونن ارزیابی کنن؟ یعنی همزمان و هم سطح بودن یا نه؟ چطور بودن وضعشون؟ یکیش برای آقای دکتر بود، یکیش هم برای آقای دکتر رجبی میخواستم سوال بپرسم. بعد پانل اگه خواستن جواب بدن. ایشون به نفوذ کلمات فارسی به آلبانی اشاره کردن. از لحاظ ادبیات چطور بود؟ یعنی ما در عثمانی داشتیم شاعران و نویسندگان ترک بودن ولی فارسی می نوشتن. در آلبانی هم همینطور بود یا نه؟ ببخشید. در ضمن تشکر میکنم از اساتید و پژوهشگران که در این پانل حضور داشتن. خیلی ممنون. ببخشید. اتفاقا خیلی خوب شد پرسیدین، چون حالا وقتم هست. پس لطفا سوالا رو پاسخ بدین. حالا آقای حاتم میخواین اول شما پاسخ بدین، بعد آقای رجبی هستن بعدیشون پاسخ باشه. بدن، زمانمون استفاده بشه. خیلی متشکر. بله یکم بحثش طولانی، سلام مثلا که فشرده بگم یا خیلی مختصر کنم. تقریبا میشه گفتش که تاریخ عکاسی ایران و تاریخ عکاسی ترکیه به موازات هم و تقریبا خیلی نزدیک به هم حرکت کردن، ولی اتفاقی که افتاده اینه که در ترکیه عثمانی در واقع دوران امپراتوری عثمانی طبیعتا به دلیل اینکه روابط گسترده تری بوده با غربیان و اینکه خیلی سهل تر و آسان تر بوده که حالا از پاریس بخوان مثلا سریع بیان استانبول یا با کشتی یا حالا با قطار. خب این یعنی خیلی میشه گفتش که پایه‌ای تر و اساسی تر کار شده و عکاسی مستند به صورت کلی. البته قیاسش هم باید بگیم حالا خیلی هم شاید جالب نباشه، برای اینکه هر جغرافیا و هر شرایط هر مملکت خب حالا مسائل خاص خودشو داره و بالاخره اونها هستش. ولی خاطرمون باشه که خب عثمانی امپراتوریست و خب امپراتوریست که مجموع کشورهای مختلفی رو در مجموعه خودش داره، از حالا مثلا که سرزمین‌های اسلامی گرفته و میشه به اصطلاح سوریه، عراق، به اصطلاح اردن، خود شبه جزیره عربستان، اینها دست عثمانی بود و طبیعتا اون زمانی که حالا عکاسی ورود پیدا کرد به و حتی قسمتی از بالکان که حالا به اصطلاح دست عثمانی بود، عکاسی ورود پیدا کرد به استانبول، خب یه تعداد زیادی از عکاسا بعضی ها به اصطلاح روی انگیزه شخصی، بعضی هم به حالا میشه گفتش که سفارش به اصطلاح خود حالا دولت مردای اون روزگار یا نهادهایی که مرتبط با این قضیه و حتی دربار عثمانی در واقع یا امپراتوری عثمانی به اصطلاح میرفتن از این مناطق عکاسی میکردن. مثلا ما مجموعه آلبوم هایی داریم از مدینه، مکه و سرزمین های حجاز که خب اینها رو هم عکاسان ترک حالا عکاسی کردن، هم عکاسان غربی که به سفارش حالا به اصطلاح دربار عثمانی بودن حالا رفتن اونجا مناطق عکاسی کردن و مصور کردن، مستندنگاری کردن. خب ما یه همچین کیفیتی رو در مورد عکاسی ایران نداریم. عکاسی ایران یک میشه گفت حامی بسیار مهمی داره و اونم ناصرالدین شاه قاجار هست که ناصرالدین شاه طبیعتا به دلیل اینکه خودش حالا عکاس بود و شاید بگیم
دوم عکاس مطرح قاجار هم حالا بین شاید حالا بتونیم بهش بگیم یا دومی یا سومی، حالا اختلاف نظر هست. خب خیلی هم حمایت کرد از عکاسی و اصولا هنر در دوره قاجار که حالا هنر درباری است، یه بخش هم هنر عکاسی یه جایگاه ویژه پیدا کرده و خیلی گسترش هم داشته و اتفاقا به لحاظ کمیت هم یکی از غنی ترین، حالا میشه گفت، آرشیو های عکس در دنیا رو ما داریم. شاید بعد از آرشیو بریتانیا دومین آرشیو مطرح حالا عکاسی در دنیا باشه در دوره یعنی عکسایی که در دوره قاجار گرفته شده که حالا در کاخ گلستان، مخزن کاخ گلستان نگهداری میشه. ولی کیفیت عکس ها و اون نگاهی که حالا میشه گفتش که کلا بوده به جریان عکاسی مستند در ایران متفاوت است با عکاسی مستند در ترکیه. میشه گفتش که در عکاسی مستندی که عکاسان مستندگاری که در ترکیه کار کردن، حالا چه ترک بودن چه غربی بودن، اونها در واقع با یه استاندارد خیلی بهتر و میشه گفتش که حالا میشه گفت زیبایی شناسی بهتری عمل کردن. دلیلش هم همونجوری که گفتم حالا ارتباط خیلی زیادی بوده که خود طبیعتا حالا غربیان با به خصوص شهر استانبول داشتن و یا امپراتوری عثمانی داشتن که مرتب در رفت آمد بودن اینها. و آتلیه های عکاسی که در استانبول مثلا در دهه های نخست، حالا 1850 60 70 در واقع حالا وجود داره، نیمه های قرن 20. خب این تعداد آتلیه عکاسی ما با ایران نمیتونیم مقایسه بکنیم واقعیتش. عکاسی ایران خب میشه گفتش که همونجور که اشاره کردم چون در دست دربار بوده به نوعی، مثلا در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه، دوران مشروطیت که عکاسی به نوعی حالا نفوذ پیدا میکنه در لایه‌های اجتماعی و آتلیه عکاسی پر رونق میشه و حالا در سطح شهر آتلیه عکاسی اینا هستش. ولی در دوره ناصرالدین‌شاه بدونید که بیشتر تمرکز تو دربار بوده و مدرسه دارالفنون بوده و عکاسان مطرحی مثل آقارضا اقبال‌السلطنه که یکی از بزرگترین و حرفه‌ای‌ترین عکاس مثلا اون دوران هست، عبدالله قاجار به عنوان حالا مدرس عکاس، اینها سعی کردن و تلاش کردن که عکاسی رو به ایرانی ها آموزش بدن و اینکه به یک کیفیت قابل قبول برسونن. ولی نیاز حس شده که مثلا عکاسان غربی بیان در ایران، به خصوص حالا در دوران ناصرالدین شاه که خود ناصرالدین شاه در واقع دستور هم میده، حالا اون هیئت ایتالیایی که صفی کبیر ایتالیایی بوده حالا وارد ایران میشه و اون عکاس خب بسیار مشهوری به اسم لویجی مونتابونه میاد که شاید بشه گفت که از نفیس‌ترین آلبوم‌های در واقع عکس و عکاسی مستند رو در واقع در دوران ناصرالدین شاه لویجی مونتابونه از ایران داره. یعنی این نیاز حس می شده که حتما یه غربی بیاد از ایران مستندنگاری کنه، چرا که شاید مثلا عکاسان ایرانی در یه مقطعی از زمان مثلا در اون دهه‌های نخست قادر به این نبودن که خیلی خوب و مسلط کار بکنن با دوربین عکاسی و بتونن ایده هاشون و در واقع اون زیبایی شناسی رو حالا ببینن داشته باشن. ولی به مرور زمان این نقطه جبران میشه و حتی یه پرانتزم باز بکنم ولی طولانی شد توضیح هم، خود ناصرالدین شاه در واقع در مقطعی حالا بعد روی خواسته‌ای که داشته، شخصی فرانسوی به اسم کارلیان میاد ایران و معلم عکاسی هم ناصرالدین شاه میشه، کار به صورت رسمی عنوان نمیشه ولی خب میدونیم معلم عکاسی در واقع ناصرالدین شاه بوده. اونم کسر شأن شاه بوده که مثلا از یه فرنگی بیاد مثلا عکاسی یاد بگیره، یعنی داستانش به این صورته. ولی خود کارلیان شاگردایی داره که این شاگردا بعدا اومدن خب مثلا عکاسی ایرانی رو در واقع آموزش دادن و اینکه خب به اصطلاح میشه گفتش که جریان عکاسی داکیومنتری رو پیش بردن. ما یکی از مطرح‌ترین عکاسی هم که داریم که گورجی تبار هست، حالا در قاجار، دوره قاجار، شخصی به اسم سبریوگین، آنتوان سبریوگین یا آنتوان خان که خب گرجی تبار بود. اون شاید بشه گفت مطرح ترین حالا عکاسی یعنی آلبوم های عکاسی داکیومنتری رو او داره از ایران و اینکه هم در دوران سلطنت ناصرالدین شاه در واقع کار میکرد، هم در دوران سلطنت مظفرالدین شاه و احمد شاه و حتی رضا شاه پهلوی. مجموعی که از ایران داره خب خیلی نفیسه، اصلا مجموعه خب خیلی غنیه. ولی حالا جواب سوال آقای دکتر اگر بخوام بدم، اگه بخوام واقعا قیاسی بکنیم، به نظرم میاد که اینجوری باید بگیم که خود عکاسی مستندنگاری در امپراتوری عثمانی با نظم و ترتیب و با دیسیپلین و در واقع میشه گفتش که با زیبایی شناسی غربی طور پیش رفته و یه ساختار بسیار محکمی داریم میبینیم. در ایران یه بخشش تفنن بوده، یه بخشش حالا رو حساب اشخاصی بوده که خب ذوق و غریحه و استعداد خب خاصی داشتن، مثل سبریوگین، مثل آقا رضا اقبال‌السلطنه.
و اینها رو باید به این صورت دید دیگه. شاید قیاسش زیاد جالب نباشه، ولی ما اینو میتونیم بگیم که در ایران ما یه آلبوم بسیار کاملی داریم. یعنی دومین میشه گفتش که حالا مخزن عکاسی است بنویسیم در جهان، و اینکه یه آشتی بسیار غنی است که حالا اون خب بسیار ارزشمنده که متاسفانه کمتر هم حالا روش کار شده. البته دوست و استاد عزیزم آقای به اصطلاح تماس بود، حالا روشون کار کردن، کار میکنن، دکتر ستاری عزیز و خیلی دوستان دیگه، حالا آقای عطر و دوستان دیگه، پروفسور عطر، اینها کار کردن. ولی خب جا داره که هنوز روی این آلبوم ها کار بشه تا حالا این معرفی بشه دیگه. هنوز خیلی از آلبوم ها دیده نشده، اجازه هم داده نمیشه، متاسفانه همکاری نمیکنن مسئولین مرتبط این قضیه. ولی اون چند نفری که زحمت دارن میشن، مثل آقای تماسبی و ستاری، اینا خب اینا و سال‌هاست که دارن روی زمینه کار میکنن. ولی میگم قیاس نکنیم بهتره. فکر کنم پاسخ دادم دیگه، طولانی هم شد. من خواهش می‌کنم آقای رجبی، فکر میکنم که منتظر پاسخ شما هستیم. بله بله، متشکرم. ببینید در میان آلبانی، وقتی که عثمانی ها به بالکان، به منطقه بالکان به خصوص در میان آلبانی ها آمده بودند، مدارس، خانقاه ها، تکه ها تأسیس کرده بودند که در آنجا زبان و ادبیات فارسی هم تدریس می شد. و در این خانقاه ها و در این مدارس به خصوص کتاب های عطار تدریس می شد، خوانده می شد، تدریس می شد، شرح می شد. کتاب های به خصوص گلستان و بستان سعدی تدریس می شد و آلبانی ها از این کتاب ها تأثیر پذیرفتن و این آموزه های این ادبیات در ادبیات آلبانیایی بعداً دیده می شود. منتها در زمان عثمانی شعرا معمولاً به زبان ترکی و عربی هم شعر می گفتن، منتها شاعر حساب نمی شدن تا به زبان فارسی شعر و یا دیوان ننوشته بودند. بین شعرای آلبانیایی تبار که در زمان عثمانی شعر می سرودند افرادی بودند مثل نظیم فراکولا، یکی از نخستین شعرای آلبانیایی که در قرن 18، اوایل قرن 18 زندگی میکرد، به زبان فارسی، به زبان آلبانیایی، به زبان ترکی و به زبان فارسی هم دیوان فارسی نوشته که به زودی چاپ خواهد شد. بعد از اون مثلا یک شاعر داریم به اسم عجیزا بابا که درویش بود، شیخ بود، شیخی طریقت سعدی بود، که یک دیوان داره به سه زبان، به زبان عربی، ترکی و فارسی. بعد ما بزرگترین شاعر و شاعر ملیمون نعیم فراشری، محمد نعیم فراشری، اونم به فارسی دیوان داره به اسم تخیلات که در ایران هم چند بار چاپ شده و استادای ایرانی هم رو دیوان این نعیم فراشری کار کردن. با این دیوان ها را، این شعرها را، این شعر فارسی را در میان آلبانیایی داریم و باید در این زمینه کار بکنیم. بله حتما. خیلی فکر کنم آقای دکتر پاسختون گرفتین. نمیدونم آقای دکتر یشیل قانع شدن از این پاسخ من یا نه؟ آره خیلی ممنون. من دو تا نکته رو بگم. اول تشکر میکنم از آقای دکتر جمشید حاتمی، بعد آقای رجبی. یعنی ما این سوال عکاسی به خاطر این بود، ما چون ادبیاتی بیشتر تطبیقی کار میکنیم. بعد این درسته. روند و پیشرفت عکاسی در دو کشور هم شاید یه نتایج جالبی به دست میداد. به خاطر این من اینو پرسیدم. نمیدونم شاید هم روی این کار کردن. بعد آقای بله. رجبی تشکر میکنم، چون این گسترش این ادبیات فارسی در بالکان هم برای ما مفید باشه، چون ما در کشور ترکیه و ایران، هند و کشور مثلا اینا کاتالوگ
در بالکان هم باشه از لحاظ ادبیات فارسی خیلی مفید میشه. به خاطر این من پرسیدم. دست شما درد نکنه. آقا خواهش می‌کنم. خیلی من من یک کتابم دارم که در تهران هم چاپ شده به اسم گسترش ادبیات فارسی در قلمرو آلبانیایی. این کتاب اگه به دستتون بیاد شاید مفید باشه، به درد شما بخور. خیلی ممنون. دست میکنم. آقای دکتر، من یه چیزی در مورد همون بحث تطبیقی که شما فرمودی بگم. به هر حال ما چون خودمون هم پژوهش هنر خوندیم هم تاریخ هنر، به هر حال اصولا مطالعاتی که میکنیم همیشه تطبیقی هست. یعنی هر کاری هم که انجام میدیم بر مبنای اونه. در واقع خود دکتر حاتم هم در واقع تز دکتراشون اصلا رو همین در واقع منوال پیش رفته. حالا خودشون توضیح بدن فکر میکنم بهتره. البته الان که فکر میکنم کسی ارائه نمیده حالا بحث کنیم. فکر نمیکنم اشکالی داشته. فقط احتمالاً ممکنه چیزهایی یاد بگیریم به هر حال از این بحثی که داریم مشترک انجام میدیم. شاید یه همکاری چیزی به هر حال در آینده در شکل حالا پروژه‌ای یا حالا نمیدونم هر چیزی که باششون فکر من نیستن احتمالاً کسایی که دوستان در واقع کنفرانسن. حالا آقای حاتم اگه میشه شما پاسخ بله بدید. بله متوجه. من یه اشاره بکنم. من تز دکترام در خصوص آلبوم‌های عکس دوران ناصرالدین شاه و سلطان عبدالحمید ثانی یا سلطان عبدالحمید دوم هست که حالا بررسی تطبیقی این آلبوم هاست. یعنی یه سری از آلبوم های از ایران هدیه داده شده به دربار عثمانی در دوران سلطان عبدالحمید ثانی و یه تعداد آلبوم هم از استانبول در واقع فرستاده شده به سمت ایران. یکی دو تاش احتمالاً حالا هدیه است ولی بقیه‌اش رو ممکنه که خود رجل قاجار خریده باشه. خیلی دقیق نیست. یعنی اون یعنی سندی وجود نداره که به دقیقا میگه مثلا چند تا آلبوم فرستاده شده چند تا مثلا حالا خریده شده. در هر صورت تز من در واقع در این خصوص من این مقایسه تطبیقی انجام دادم. ولی بحث حالا توضیح بدم در مورد خصوص سوال آقای دکتر. من منظورم این بود که کیفیت عکاسی متفاوته. یعنی از این جهت گفتم قیاس نکنیم بهتره. شاید یه بار معنایی منفی مثلا حالا تو این حالا شاید پیش اومد یا داشته باشه تو خودش. میخوام بگم تعداد خیلی بیشتری عکاسان غربی اومدن مستندنگاری کردن از امپراتوری عثمانی. اگه اینجوری بخوایم ببینیم خب اینو نمیشه با ایران مقایسه کرد. یعنی کمتره تعداد عکاسان غربی که اومدن ایران عکس گرفتن و عکاسایی که اصلا کلا تو ایران مستندنگاری کار کردن یا داکیومنتری کار کردن. ولی رو اشخاص اگر بخوایم قیاسی بکنیم مثلا اونجور که اشاره کردم آنتون سبروگین و در واقع مثلا حالا به صورت مشخص آقا رضا اقبال سلطنه که بهترین عکاس در واقع ایرانی قاجار بوده در به اصطلاح اون دوران در دوران ناصرالدین شاه. خب این آلبوم های اینها رو در واقع میتونیم حالا راجعش بحث بکنیم با یه تعداد مثلا عکاسای مطرح به اصطلاح عثمانی. ولی خب مثلا نمیشه کارهای آنتون سبروگین و مثلا با پاسکال سباه در واقع عکاس عثمانی حالا دربار عثمانی مثلا مقایسه کرد. یا مثلا یعنی به لحاظ کیفیت خب متفاوت هست. چون پاسکال سبا خب خیلی بیشتر شناخته میشه در جهان. خیلی مشهورتره. آلبوم های فوق العاده جذابی داره. از اون طرف عبدالله فرز یا برادران عبدالله که کتابشون هم چاپ شده خب مجموعه بسیار غنی دارن و خیلی مطالعه عکاسیشون در دوران فعال بوده. خب ما یه همچین چیزی اصلا تو ایران نداریم که بخوایم راجعش بحث بکنیم. یعنی مثلا قیاس بکنیم کار عبدالله برادران عبدالله رو مثلا با یه عکاسای مثلا ایرانی بخوایم قیاسی بکنیم. در واقع بحث خیلی وسیعی است و اینکه فکر کنم الان فرصت این نمیشه ما راجبش رو بحث بکنیم. ولی میگم چون تز دکترای خودمون در ارتباط با همین آلبوم های اهدایی دوران قاجار و عثمانی است در دوران سلطنت ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه که حالا همزمان هست به نوعی با سلطنت عبدالحمید ثانی، رو اینها کار شده. من این قیاس انجام دادم تو تست و آلبوم ها رو مطرح کردم. بعد موضوعی پیش رفت به اعتقاد من. یعنی مثلا عکاسا رو گذاشت کنار هم دیگه یا مثلا روی موضوع مشخص مثلا رو بشه قیاس تطبیقی اینجوری انجام داد. ولی کلیتش رو بسیار سخته. یعنی اون کار خیلی دقیق و واسگونه‌ای میطلبه که زمان برم. ولی خب فکر کنم دیگه توضیح حالا از این بیشتر خیلی ممنون. مرسی. خواهش میکنم. الان در واقع تایم
چهارمین در واقع پرزنتیشن هستن خانم سید زهرا سید موسوی که فکر میکنم نیستن. نفر پنجم هم فکر میکنم نیستن. چیکار باید بکنیم آقای دکتر الان اینجا؟ اگر دوستان حضور ندارن دیگه پانل یواش یواش تمام میکنیم، مشکلی نیست. اگر کسی با سوال داره، چون البته خب نفر آخر هنوز تایمشون شروع نشده، یعنی مثلا به چه شکلی از کسی که مشکل نداره. ما الان آقای دکتر نعمت هم اینجا حضور دارن، اگر درباره ادبیات و عکاسی ایشون هم اگر سوالی دارن ما دعوت میکنیم، ولی اگه کسی دیگه نیست نمیتونیم دیگه ادامه بدیم، مشکل نداره. از بله شما همون تشکر میکنم. خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم از همه کسی که شرکت کردن. خیلی مطالب منم متشکرم. اگر سوالی دارین لطفا بفرمایید که اگر نه که پنل رو در واقع ببندیم. منم به نوبه خودم تشکر میکنم. خیلی ممنون از آقای دکتر و شما که زحمت جلسه کشید و دیگر دوستانی که حاضر در جلسه هستن. خیلی ممنون، خیلی ممنون، محبت کردین. سلام. قربون شما. خواهش میکنم، خسته نباشین. پس ببندیم فکر میکنم با این وضعیت. مرسی، روز خوبی داشته باشین همگی. خدا حافظ. خداحافظ. خدا حافظ.